یه کتاب هست اگر برید UN یا حالا هر سازمانی که مربوط به پناهنده باشه اون کتابه رو بهتون میدن. البته یه چیزی هم بگم، فقط بیشتر کلاساش به درد میخوره. هرچی بریم بالاتر میریم پایین شهر، هرچی بیایم پایینتر سمت دریا میشه بالای شهر. اینجا میبینی که تقریبا اون 300 400 یورو همون اطراف دقیقاً توی مرکز شهر خونه خیلی زیاده. ما میگیره مثلا هزینه شهرداری هر ماه یه مبلغی میاد که اونو روی قبض برق میکشن، جدا نباید پرداختش کنید. ماه گذشته 92 یورو بود، هوا یکم گرم شده بود. سینما میخوایم برین، حالا رستوران بیرون چیزی بخورین، یه جای دیدنی میخوایم برین، اینا میخوایم بالاخره این هزینه هم هست. درود به کانال ما خوش اومدین. ما برگشتیم با یک ویدیو دیگه. این ویدیو میخوایم درباره هزینه‌های زندگی، اجاره خونه و هر چیزی که حالا مالیات و چیزایی که باهاش سر کار دارین صحبت بکنیم و ببینیم که چجوریه قشنگ بریم داخلش که با جزئیات ببینیم که وضعیت زندگی توی یونان چه شکلیه. اینجا خب اگه پناهندگی بیاین خودشون یه چیزایی، یه جاهایی هست که بعد برین اونجا و بهتون پیشنهاد میکنن. حالا اگه جایی داشته باشن بعضیا میرن کلیسا. آره، خیلی سازمان ها هستن که خصوصی هن. اونا ممکنه بهتون کمک کنن که حالا خیلی کم پیش میاد، بعضیاشون بودجه ندارن کمک کنن، یهو کلا هیچ اتفاقی نمیفته، خیلی شانسیه، یهو خیلی هم بهشون کمک میشه. از این سازمان ها یه کتاب هست اگر برید UN یا حالا هر سازمانی که مربوط به پناهنده باشه اون کتابه رو بهتون میدن و کامل توش نوشته که کجا میتونید برید کمک بگیرید. تو کتاب که درباره همه چیز هست، مثلا نوشته که خونه میخواین بریم فلان جا، نمیدونم اگه چیزای بهداشتی میخواین آدرس زده، همه چیزا رو خیلی کامل برای تحصیلات مثلا بچه اگه همراهتون باشه برای تحصیلش کجا باید برین، همه اینا رو قشنگ توی کتاب راهنما خیلی هم بزرگ و خیلی هم کامل با همه زبانی هم هست، کردی و اردو و عربی و فارسی، همه زبان هم هست. خیلی خوبه به نظرم. اینم اولین کاری که میکنین این تو همه کشور اروپایی این کتابه رو بگیرین، خیلی به کارتون میاد. البته یه چیزی هم بگم، فقط بیشتر کلاساش به درد میخوره، حمایت‌های دیگه حمایت‌های اصلا به درد بخوری نیستن. توی یونان آره. توی یونان البته آره، این خیلی موضوع مهمیه. واقعا توی یونان حمایتاش برای کلاس زبان رفتن و یا مثلا کلاسای دیگه چیزای مدلی خیلی به درد میخوره. ولی اینکه فکر کنید بهتون پولی بدن که ما ندیدیم به کسی بدن، خونه شاید یکی دو نفر دیدیم بهشون خونه بدن و هزینه‌های مثل زوینا که اصلا کمک نمیکنن. خیلی کم کسایی هم که دیدیم اکثرا مال خیلی سال پیش بودن، شاید 6 سال 7 سال پیش بودن که سازمانا بهشون کمک کردن. یه کارت مترو مثلا بهشون میدن، نه دیگه خیلی دیگه مثلا دست دلوازی میکنن دیگه، یه کارت مترو میدن. آره دیگه مثلا اونایی که زن و بچه دارن شاید یکم به اونا برسن، یه خونه حالا مثلا براشون اوکی بکنن. اینا بیشتر حالا اینقدر نمیدن که بیشتر همه میرن سمت کلیسا و از اونا کمک میخوان. بعضی کلیسا هم این کارو میکنن که در ازاش هم باز ممکنه مثلا توقع داشته باشن که شما کلیسا رو بیان و برین و مثلا اینکم به اونجا نگرتون دارن، میدونی. آره تو محیط زیاد باشه. خب بریم ببینیم که اجاره خونه اینجا چجوریه، کجای شهر بهتره، کجای شهر ارزش داره خونه بگیریم. خب سه تا سایت اینجا داریم که خیلی سایت معروفی ان اینجا و معمولا از این سایت استفاده میکنن برای پیدا کردن خونه. بعضیاش ماشین و مغازه و این چیزا هم توش هست. اولین سایت اسپیتیم گاتوسه. نظر اینجا اسمشون سخت، خیلی اسمای سختی دارن. این سایته که میبینین اینجا میتونین رنتو بزنین، سیلو بزنین برای خرید، حداقل و آره حد اکثر اینجا میزنین و خودی سرچ میکنین که اینجا شهر رو نشون میده و هرچی بریم بالاتر میریم پایین شهر، هرچی بیایم پایینتر سمت دریا میشه بالای شهر. اینجا خیلی خونای گرونتریه و اینجا هم که مرکز شهر میشه دقیقاً آمونیا که تو یکی از ویدیو بلاگ هفتگیمون رفتیم اونجا. جای خیلی شلوغ و به همه جا دسترسی داریم. مرکز شهر حساب میشه. اینجا هم میشه آکروپولی نزدیک آمونیا و اینجا میبینی که تقریبا اون 300 400 یورو همون اطراف دقیقاً توی مرکز شهر خونه خیلی زیاده. خونه یکم سخته بالاخره اینجا پیدا کردن، همه جا اینطوریه که بعد شما در روز این 3-4 تا خونه رو ببینید، نگاه کنین که خونه‌ای که می‌خواین رو پیدا کنین. یکیشو مثلا ما همینجوری میزنیم
این 400 یوروه. خونه تر تمیزیه تقریبا، همون دستشویشه، یکم قدیمیه. 400 یورو، 8 یورو در متر مربع، هر متر مربع 48 متره. سال ساخت 1965. اینجا خونه اکثرا قدیمیه ولی خب معمولا بازسازی میکنن که این بازسازی نشده، این خیلی بازسازی نشده، ننوشته هم. مثلا یکی دیگر رو بزنیم، مثلا همین این، مثلا این 400 یورو، این خیلی بهتره. 34 متر بازسازی شده. بازسازی شده 2025، یعنی تازه بازسازی شده. 8 کیلومتر به فاصله تا دریا و اینجا کلا مصرف سوخت و اینا هم زیاده که جی داده بهش. یعنی این هزینه برقتون و هزینه مثلا چیزتون خیلی میاد. اینجا یه چیزی که هست بسته به طبقه، به خیابون، به کوچه، به همه چیز هزینه برق متفاوت میاد. آره این تقریبا آره کامل بازسازی شده، هم دستشویش کامل بازسازی، همه چیش. این تراس اکثرا اینجا تراس دارن، تراس خیلی توپ و خیلی باحالی دارن اکثرا که خوبه، من دوست دارم تراسشون. این سایت بعدی هم توسپیتیموه که اینجا هم باز همینطوری میتونین بزنین، حداقل اکثر رو. زبان انگلیسی هم که اینجا میتونین انتخاب کنین. اینجا زبان‌های مختلف بیشتری هم داره. آره بعد دوباره سرچ میکنین که میاد براتون این سایت خیلی معروفه، معروفتر از همشونه، حداقل من خیلی زیاد شنیدم. XE که اینجا هم باز میتونین انتخاب بکنین. چیزی که میخواین، فکر کنم ماشین هم داره. آره ماشین هم داره. حالا اینم یه ویدیو مفصل میذاریم درباره قیمت ماشین و چجوریه داستان. تیه مثلا این 400 یورو، 48 متره که استودیو حساب میشه، همه چیش تو همه دیگه، اتاق میکنم داشته باشه. طبقه دوم. خلاصه اینجوریه، این قیمت خونه این شکلیه که الان حساب میکنیم ببینیم که کلا هزینه خونه چه شکلیه. هر 3 ماه یک بار قبض آب براتون میاد. ما توی 3 ماه تقریبا 18 یورو برای 2 نفرمون هزینه آب اومده. حالا یک ماه هم 25 یورو که متغیره. یه پرهزینه ترین قبضتون هزینه برقتونه. شما آره شما علاوه بر این که هزینه برق رو پرداخت میکنید، دولت یه سری دیگه هزینه ها رو قبضای برق از شما میگیره. مثلا هزینه شهرداری هر ماه یه مبلغی میاد که اونو روی قبض برق میکشن، جدا نباید پرداختش کنید. ماه گذشته 92 یورو بود، هوا یکم گرم شده بود، ولی از این 92 یورو فقط نزدیک به 40 یوروش هزینه شهرداری بود. اینا همه چیزاییه که برای روی قبض خونه هاتون میاد، در حالی که هیچ ربطی به برق نداره ولی مال شهرداریه. آره مثلا حالا مرکز شهر خیلی نمیرسه شهرداری، مثلا خیلی کار خاصی هم انجام نمیدن ولی خب میگیرن دیگه بالاخره. آره این هزینه رو از شما میگیرن روی کشوری مثل ماها نفت و گاز که ندارن، اینا خیلی ثروت آنچنانی نسبت به ما ندارن و تمام اون پولی که در میارن و خرج میکنن، بودجه‌ای که داره دولت از توریست و مالیات، بیشتر عمدهش از همین است. حالا ما اگه اینجا بخوایم برای 2 نفر که هر کدوم تقریبا حقوق ناخالصشون نفری 1000 یورو حساب کنیم هزینه هاشونو، میشه بعد از این حقوق باید 10% بیمه، 10% بیمه باید بدین، میشه تقریبا 100 یورو، 100 تا 120 یورو تقریبا. یه درصدش هم کارفرما میده. آره مالیات هم که تا زیر 10,000 یورو در سال معاف از مالیات میشین. بین 10,000 تا 20,000 9% مالیات دیگه. حالا نسبت به اون هرچی حقوقتون بالاتر باشه درصد هی بیشتر میشه و میشه 800 تا تقریبا میشه 800 تا خالص واسهتون میمونه. یعنی همون حقوق کارگری که ما بهتون گفتیم 800 تا 820 یورو براتون بهتون پرداخت میشه خالص اون 1000 یوروه. آره شما الان 2 نفرین و یه حدود 1650 یورو تقریبا دارین. آره
حالا واسه 2 نفر هزینه خونه تقریبا ما میانگین میگیریم 500 یورو، هزینه خورد و خوراک میگیریم 200 یورو در ماه، قبضاتون رو میگیریم حالا اگه خیلی خوب مصرف کنید 150 یورو و حالا هزینه‌های متفاوته. آره مثلا سینما میخوایم برین، حالا رستوران، بیرون چیزی بخورین، یه جای دیدنی میخوایم برین، اینا میخوایم بالاخره این هزینه هم هست. ما 150 یورو حساب کردیم. خب تقریبا همه هزینه‌هاتون میشه 1000 یورو که بخوایم همه هزینه‌ها رو کم کنیم 600 یورو براتون در ماه میمونه. آره اون 200 یورو برای فروشگاه هم حتما ویدیو رو نگاه کنین، توی چنل هست که تو فروشگاه چجوریه قیمتا. ما هزینه‌های خودمون رو حساب کردیم، یعنی چیزایی که به مورد نیاز خودمونه، ولی خب اون هم قیمت میاد دستتون، ببینید چه جوریه هزینه زندگی تو یونان. بعد ببینید که خودتون دوست دارید چه جوری زندگی کنید. یه عده هستن که کمتر از این مبلغ هزینه میکنن، یه عده هستن که بیشتر از این مبلغ هزینه میکنن. دیگه همه چیز برمیگرده به خودتون. الان میانگین گفتیم دیگه، برای 2 نفر اینجوریه. یونان اقتصاد خیلی درست حسابی نداره نسبت به کشور دیگه، ولی اگه 2 نفر کار کنین خوبه. ولی تنهایی اصلا نمیشه، یعنی به نظر من که تنهایی نمیشه با این حقوق زندگی کرد، چون 800 تا بخواید یه نفر باشید و این هزینه ها رو واسه خودتون تنهایی بدید یه ذره سخت میشه. آره تنهایی خیلی سخته، برای همین میگیم تخصص خیلی مهمه. یه چیزی حداقل بلد باشین که اینجا بشه روش حساب کرد، بتونین کار کنین، دیگه میتونین روی 1200 یورو حساب بکنین. یعنی واقعا اگه یه آرایشگر معمولی هم باشین، چون معمولا میگم آرایشگری چون معمولا همینجوری میان، یعنی آرایشگری حداقل دیگه یاد میگیرن میان اروپا. خیلی رو من میبینم که داره دیگه 1200 رو داره و اینجا خوبیش اینه که خوب سریع میتونین مغازه بگیرین. اینجا مغازه خیلی ارزونه، مغازه به چوبه 400 یورو، 500 یورو، 300 یورو حتی مغازه گیر میاد و خب مغازه داشته باشین راحت گرفتنش و تجهیز کردنش و این داستانا خیلی هزینه‌ای نمیخواد، ولی خب از اون طرف مالیاتش سنگین‌تر است. آره از اون طرف جبران میکنن. این کل هزینه‌هایی بود که بهتون گفتیم، شامل هزینه آب که هر 3 ماه یه بار میاد، هزینه برق که ماهانه پرداخت میکنید، خورد و خوراک و کلا همه چیزو سعی کردیم توی ویدیو مختصر بهتون بگیم. باز اینا تجربه‌های خودمونه، ممکنه یه نفر کمتر و یه نفر بیشتر باشه. آره در آینده حتما فروشگاه دیگه هم میریم، فروشگاه لباس ببینیم پوشاک چجوریه، میریم حتما تو ویدیو آینده میذاریم. مرسی که تماشا کردین مثل همیشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون که لایک میکنید و حمایتمون میکنید. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.